با مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر کلوب ولایت ختلان بنیاد 494 انشاءات به نقشه گرفته شده است که حالا کارهای سازندگی و بنیادکاری در محل انشاءات ساخته شونده مرام تازه کسب نموده مرحله به مرحله بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده میشوند. این همه آبادانی و بنیادکاری و ثمره استقلالیت دولتی بوده پیش از همه از تشبس‌های نجیبانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه میگیرند. همچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران در همدستی با ساکنان محلی جهت عملی ساختن تدبیرهای سازنده و پیشرفت و شکوهی این گوشه وطن سهمی نظر است دارند. در زمینه عملی سازی هدفهای سازنده از مجموع انشاءات جشنی کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات گوناگون سوای تندرستی، فرهنگ، ورزش، بنیاد و از نوسازی راه‌های اتومبیلگرد و کشیدن خطای آب نوشاکی در شهر و بنیاد دیگر انشاءات جشنی که جوابگو به طلبات زمان معاصر نقشه‌گذاری شده است، بر رشد بومرام سوها و باز هم بهتر شوی سطح نیکوآوری ساکنان زمینه مساعد فراهم می‌سازد. در پیروی از سیاست سازنده دولت حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دیهات کلوب تعمیر بنیاد و از نوسازی انشاءات‌های گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است. طبق نقشه چهاربینی‌ها از 494 بندی به نقشه گرفته شده تا امروز 348 بندی نقشه به انجام رسیده. در یک قطار انشاءات‌ها کارهای ادامه دارد. حالا مرحله کارهای ساختمانی در انشاءات بلنداشانه که از طرف پودرچی جمعیت دارای مسئولیتش محدود گرمانی ساخته شده ایستاده است با مرام ادامه دارد. در ساختمان مذکور ساختمانچیان محلی به کار دائمی جلب گردیده با معاش خوب تامینند. کارهای ساختمانی در آشیانه دهم بنا ادامه داشته ساختمانچیان مقصد دارند که بنا را در مهلت معین شده و با صفت بلند به انجام رسانند. زیاده از 15 نفر به کار دائمی تامین است. با معاش سر وقتی تامینیم، یگان مشکلی نداریم. کارهای ساختمانی در دهم آشیانه با مرام رفته ایستاده است. ما کوشش داریم که همین ساختمان در وقت معین شده با صفت اعلی با سر بلند به انجام رسانیم. جمعیت دارای مسئولیتش محدود بنیاد دو بنای استخامتی را که از 13 آشیانه عبارت میباشد ساخته ایستاده است. حالا کارهای ساختمانی در آشیانه ششم ادامه داشته 15 نفر ساختمانچیان محلی با جای کار دائمی معاش سر وقتی و یک وقتینه خوراک گرم تامین میباشند. شماره چنین بناهای بلندآشیانه امروزها در شهر کلوب بسیار بوده برای ساکنان این شهر باستانی شرایط کار و زندگی باز هم بهتر شده ایستاده است. چنین یک بنای بلندآشیانه دیگر این بنای بلندآشیانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود امیرخانزاده عمران میباشد که ساختمان بنا به اتمام رسیده ایستاده است. کارهای ساختمانی در داخل بنا ادامه داشته ساختمانچیان مقصد دارند که بنا را در روزهای نزدیک و با صفت به طلبات امروزه جوابگو به اتمام رسانند. امروز در جدمم امیرخانزاده عمران کارها به مرام رفته ایستاده است. زیاده از 20 نفر ساختمانچیان با کار دائمی تامین است. ساختمانچیان با معاش خوب و خوراک گرم تامینند. ما مقصد داریم که همین بنا را تا وقت معین شده به استفاده دهیم. این همه آبادانی و سازندگی و ثمره پایداری استقلالیت دولتی بوده برای بهتر شدن سطح نیکوآوری مردم روانه گردیده است. مقامات اجرایی حکومت دولتی و ساکنان و صاحبکاران وطندوست شهر بوستانی کلوب همه روزه برای باز هم آباد و زیبا گردیدن این گوشه دیار کوشش به خرج داده ایستادند و مقصد دارند که جشن ملی و مقدس 35 سالگی استقلالیت دولتی را با دستاویزهای ارزنده و شکوه و شهامت استقبال گیرند. شریف جان سفرزاده، عزیزالله سعید برای برنامه اخبار از شهر کلوب.